علیزاده پاداش و پاپی رو در ترکیب خودش داره و علی مرزبان ببینیم که میتونه در تهران از استقلال امتیاز بگیره یا شرایط تیمش که بسیار امیدوارانه دارن بازی‌های خودشون رو دنبال میکنن. یه حرکت پشت مدافع رو طهماسبی توپو گرفته، در نهایت یه نیمچه برخوردم داشت با پژمان منتظری. واسه پاس بلند از زمین نفت، یک ضربه سر پاتوسی اونجا حرکت ضربهش از راهیه دور و زاویه بسته از راه دور میزنه و واکنش پاتوسی میبره به سمت چپ. ایسما منشا داخل محوطه توپ میخواد، یه بازیکن مقابل داره، خود ایسما توی محوطه جریمه یه ارسال خوب دروازه حالا باز شد. ضربه سر علی کریمی گل اول بازی رو برای تیم استقلال به همراه داره. خیلی زود، فقط 9 دقیقه زمان می‌خواستیم استقلال تا دروازه نفت رو باز بکنه. حرکت از صحنه آهسته رو که بردن سمت چپ توی کورس یه خوبی جا گذاشت، یک در مقابل یک رو ایسما تو که فرستاد و علی کریمی کار رو تموم کرد. بدین شکل دایوم بست اونجا مهداد طهماسبی، اما بی ثمر باقی موند. خوب جا گذاشت یوسف وکیا رو. لیگمون این روزها خیلی خوب داره استقلال بازی میکنه، به بازی شناور و منظم رو هم ازشون شاهد بودیم که منجر به این گل شد. علی کریمی یه ارسال بلند رو دروازه تو مشت کرد. حسینی ضربه سر شجاعیان زودتر از پاتوسی بازیکن تیم نفت، ضربه که از راه دور زده میشه و توپی که اونجا از کنار دروازه استقلال به بیرون میره. در میانه میدان علی کریمی یه پاس بلند آفساید نیست، اونجا یه حرکت برای شجاعیان محوطه جریمه خود شجاعیان و مهداد طهماسبی است که توپو در اختیار گرفت. رفت و از پشت مدافعان نفت توپو برداشت، حرکت کرد و بدین شکل نذاشت به راحتی حسینی کارش رو انجام بده و طهماسبی توپو گرفت. حکیم نصاری یه پاس بلند برای عسکری فرار میکنه، بازیکن تیم استقلال با کمک دروازه‌بانشون حسینی که دور کردن، یعنی که برخوردم داشته. با هم میبینیم صحنه آهسته رو توپ رو حسینی اینجا دور کرده، با هم دیگه برخورد داشتند. سوپ داور ضربه علی کریمی تو به مدافعان نفت میخوره و به بیرون رفت. کورنر رو کوتاه کار میکنه، حالا پاتوسی ارسال برای دروازه، فرصت برای تیم استقلال داخل محوطه، بعد اون شلوغی یه خط تو مدافع تیم نفت بیرون کشید نیست و فقط میشه گفت یادش بخیر نفت تهران رو. پاسکاری خوب بازیکن نفت مهد سلیمان، پاس تیبر عالی داخل زمین تیم استقلال توی محوطه جریمه ضربه اسماعیل شریفات میتونست اونجا به توپ برسه، نرسید. هم تونست به شریفات پاس بده، هم تونست بهتر ضربه‌اش رو بزنه. یه بار دیگه بازیکن استقلال سمت چپ فرصت خواهند داشت، ارسال داخل محوطه برای منشا، فوقیت اونجا ایجاد شده، ضربه‌اش رو هم میزنه منشا و باز هم کورنر انجام شد که ایسما فرستاد و بدین شکل از چپ فرار کرده نورافکن. پاسپارگی نورافکن یه بازیکن مقابل داره که وکیا هست، دوباره پاتوسی ضربه از راه دور از پاتوسی و توپی که گرفت مهداد طهماسبی لبه خط. ایسما چه دریبل خوبی زد ایسما، توپ از خط بیرون نرفته، تغییر مسیر میده با یک سر توپ زیبا، پاتوسی رو رامین داده دوباره پشت محوطه جریمه خود ایسما میکنه برای شوت زنی بازیکن خودیشون و ضربه علی کریمی تو چارچوب نبود. بالاخره خطا گرفته شده، سریع هم کار دنبال میشه، یه ارسال در زمین تیم فوتبال نفت، ضربه راه دور زده شد از روزبه چشمی و توپو گرفت. یه پاس بلند واسه برای تیم استقلال، پرچم کمک و بالا هست با آفساید. ایسما گرفته شد و هم میبینیم صحنه آهسته رو اینجا به نظر آفساید نمی اومد. کریمی، نورافکن، ایسما، دوباره نورافکن، کدوی قشنگ بازیکن استقلال، یه ارسال داخل محوطه، پشت همه اونجا هست شجاعیان، اما مدافع تیم نفت توپو بیرون فرستاد.
اونجا ایسما و کیارا مقابل داره. پاس برای پاتوسی، دوباره پشت مدافع تیم نفت داخل محوطه جریمه ضربه‌شو میزنه. ایسما تو به تیر خورده. مدافع تیم نفت بود دور کردن و خطای استقلالی ها گرفته میشه. با هم می‌بینیم صحنه آهسته رو توپ رو برد جلو، با پایچم اینطوری محکم کوبید. برای بار دوم که تیم استقلال واسه عسکری ارسال بلند روی دروازه خوبم فرستاده توی اون شلوغی برای تیم نفت. فرصت هست. خسرو حیدری به برخورد و خطا به سود استقلال. اونجا ایسما توپ میخواد، پاتوسی هم هست، اضافه میشه اونجا. پاتوسی از چپ نفوذ کرده، نورافکن فضای شوت زنی پاتوسی مهیا شد، تعادلش رو از دست داد و نتونست. ایسما با پاتوسی 1 و 2 کرد. منشا پشت محوطه جریمه ضربه، منشا از راه دور خطرناک میرفت گل دوم زده بشه که نشد. با هم می‌بینیم صحنه آهسته را توپگیری منشا، یه چرخش و یک ضربه بدین شکل سازی با 40 امتیاز استقلال و پدیده در جایگاه پنجم جدول اون وقت قرار خواهد گرفت. یه حرکت بازیکن تیم نفت پشت محوطه جریمه ضربه محکمی که از بالای دروازه این بار هم به بیرون میره. دفاعی 4 نفرش رو اونجا بسته، سوت داور حرکت میکنه، پاتوسی با پای راست میزنه و ضربهش تو چارچوب نیست. تبریزی، کریمی پشت محوطه جریمه میکاره، اونجا هست نورافکن روی پای چپ توپ رو آورده، سر توپ روی پای راستش، حالا ضربهش از راه دور میزنه نورافکن و توپ او هم با اختلاف بیرون میره. خسرو حیدری، طارق پشت محوطه ضربهش از راه دور میزنه و توپ او هم به بیرون میره. توپ خطا بگیره، یه حرکت قراره بازیکن تیم مهدی سلیمان آفساید نبود و چه موقعیتی رو از دست دادن نفتی ها. 80 دقیقه زمان بازی گذشته، 1-0 به سود استقلال. بازم میبینیم صحنه آهسته که عالی گرفت. یه حرکت پاتوسی، پاس کوتاه و زمینی در زمین تیم فوتبال نفت، ارسال روی دروازه، فرصت برای تیم استقلال، ضربه‌ای سر که ایسما زد و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. باز هم بازیکن استقلال چشمی تو جلو میاره، تبریزی، پاتوسی میبره به سمت راست، اونجا هست همام طارق، پاس کوتاه داخل محوطه جریمه بود، ضربه محکم. چقدر خوب تو جلو آوردن ضربه تبریزی تو چارچوب نبود. پشت محوطه جریمه بازیکن نفت فرصت دارن، آفساید اونجا، آفساید شادکام گرفته شد. علیرضا مرزبان یه پاس رو بغل خطرناک، ضربه سر طهماسبی و نزدیک بود. بازیکن تیم نفت برمیگردن، یه بار دیگه ایسما، یه برخورد، دروازه‌بان هست و ضربه‌ای که اونجا میزنه توپی که به کرنر رفت. ایسما میتونست خطا بگیره، اینجا رو میگم. طارق تبریزی استقلال بودند. طارق با پای چپ یه روی دروازه، آفساید بود. آفساید تبریزی گرفته شد. پایان مسابقه زمان باقی مونده بود. یه خوبی رو تو نیمه دوم شاهد بودیم. یه حرکت پاس تو در ایسما برای تیم استقلال، فرصت داخل محوطه، طارق ضربه‌شو اونجا نمیذاره بزنه مدافع تیم نفت و به حشری بود تو دور کرد. پرتاب ضربه سر کولیبالی و تمام. سود پایان بازی رو میزنه آقای علی صفایی. 1-0 میبره تیم فوتبال استقلال.